سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من مینام و به اولین ویدیوی یوتیوب آفتابگردون خیلی خوش اومدید. آفتابگردون یه مغازه کوچیک اکسسوری هستش که تقریبا 7-8 ماهی میشه که از شروع فعالیتش میگذره. از روز اولی که من تصمیم گرفتم مغازه آفتابگردون رو راه بندازم، همش میخواستم که یه سری ولاگ تور در مورد اینکه باز کردن یه مغازه چه شرایطی میخواد و چه کارهایی باید درش انجام بدیم، میخواستم اینو درست کنم، اما موقعیت پیش نیومده بود تا الان تصمیم گرفتم که اولین ویدیو رو در مورد تغییر دکوری که برای آفتابگردون داشتم براتون به اشتراک بذارم. همیشه دوست داشتم که توی مغازه آفتابگردون یه کنج دلبری داشته باشم، یعنی یه کنجی که خیلی خوشگل باشه. خیلی به میز و صندلی فکر می‌کردم، خیلی به آینه قدی فکر می‌کردم و از همه مهمتر به پرده خیلی فکر می‌کردم، چیزی که تو خیلی از مغازه‌ها، توی اکثر مغازه‌ها اصلا ندیده بودم. یعنی واقعا توی شهر ما من خودم به شخص اصلا ندیده بودم که برای ویترین مغازه‌شون پرده استفاده کنن. اولین چیزی که من خیلی دوست داشتم یه میز و صندلی چوبی برای داخل مغازه بود. خیلی من اینو دوست داشتم، اما خب میز صندلیایی که توی شهرمون میدیدم واقعا کیفیتشون پایین بود و اصلا اون مدلی نبود که من دوست داشتم. البته میز صندلیمو یه روز تو اکسپلور که داشتم میگشتم یه پیجو پیدا کردم که خیلی خوشگل بود و وقتی سفارشش دادم و رسید دستم، باید بهتون بگم که از اون چیزایی بودش که وقتی سفارش دادم و دستم رسید از عکسش خیلی قشنگ‌تر بود. یعنی واقعا اون چیزی که من می‌خواستم و تقریبا 1-2 ماه پیش من اینو پیدا کرده بودم و توی مغازم داشتمش. آینه قدی هم که از روز اول اوکیش کردم و میموند اون قسمت ویترین مغازه‌ای که دوست داشتم با پرده اجرا بشه. حقیقتش اول وقتی میز صندلی رسید، چون جایی براش پیدا نمی‌کردم و اون کنجه رو فعلا نداشتم، همینجور جلوی آینه‌ام گذاشتم. چند روز پیش رفتم پرده فروشی و پرده گرفتم. البته اول قرار بود که آماده سفارش بدم 2 تا پنه که این طرف و اون طرف ویترین مغازه بذارم، اما گفتم باز برم دنبال پارچه ببینم که هزینه ها چطور در میاد، چون من می‌خواستم هزینه‌اش پایین‌تر برام در بیاد. ولی خب وقتی که رفتم دنبال پارچه گرفتم، هزینه فقط پارچه برابری می‌کرد با آماده‌ای که من می‌خواستم بخرم. ولی خب دیگه رفته بودم تو دلش و دیگه پارچه خریدم. وقتی پارچه رو که خریدم تقریبا 800 تومن فقط پارچه‌ام شد. 8 متر پارچه گرفتم برای ویترین مغازه. تو ارتفاع سقف مغازه خیلی بلنده، سقف بلندی داره مغازه من، پس برای همین باید ارتفاعشو خیلی زیاد میگرفتم که تقریبا 4 متر میشد. وقتی پارچه رو خریدم بعدش دیگه رفتم سراغ نوار پرده و چوب پرده‌ای که باید میگرفت. روز اول نوار پرده رو گرفتم با پارچه، رفتیم خونه و مامانم زحمت کشید و برام پرده رو دوخت. روز اول تقریبا تموم شد، یه سری کاراش نیمه تموم مونده بود، اونم چون که من گیره هایی که باید به نوار پرده میزدم برده بودم مغازه و توی خونه نبود که بخوام درستش کنیم. برای همین توی 2 روز این دوختن پرده طول کشید. اول اندازه‌شو گرفتیم که دیدیم خیلی بلنده، دیگه نصفش کردیم پارچه رو که 2 تا 4 متر در بیاد برای 2 طرف ویترین مغازه. این اندازه‌گیری‌ها رو کردیم، دوختیم، 2 لبه‌شو دوختیم، نوار پرده رو بهش دوختیم، بعد گیره‌های نوار پرده رو بهش زدیم. حالا چون نوار پرده‌مون پانچی بود، این گیره ها رو که میذاشتیم پارچه وسطش میافتاد بچه‌ها. اون پارچه وسطش رو من اول با تیغ دور تا دورش رو بریدم و بعدش با فندک دورش رو سوزوندم که این پارچه ریش نشه و نره خود به خود. راستش یکم ما یه اشتباهی که کرده بودیم، میخواستیم که شلوول وای نسته، خیلی محکم این پارچه رو کشیدیم موقع دوختش. به شما پیشنهاد میکنم که اگر خواستید خودتون پارچه رو بدوزید این کار رو انجام ندید، بذارید یه راهی داشته باشه یکم به اصطلاح پف بیفته به اون قسمتی که میخوای پانچو بزنی، چون که وقتی این پانچ بهش بیفته، اون گیره بهش بیفته، این ناخودآگاه خیلی تنگ وای میشه. یعنی من همش نگران این بودم که یه وقت اون گیره نپره بیرون، چون خیلی تو تنگنا بودش.
خلاصه کارهای پرده رو انجام دادیم، چوب پردهش رو گرفتم ولی چون تقریبا 3 متر بود، 3 متر و 20 تا گرفتم چوب پرده رو، گذاشتم توی مغازه تا امیرحسین بره بیاره. امیرحسین همسر من هستش، کسی که تو همه شرایطی پشتمه و خدای خیلی هوامو داره. حالا که پرده دوخته شده بود و مامانم زحمتشو کشیده بود، زنگ زدم امیرحسین و بهش گفتم که باید بری چوب پرده رو بیاری، دله رو، چارپایه و هر چیزی که فکر می‌کنی برای نصب اون پرده لازمه با خودت بیار تا کارشو شروع کنیم. دقیقاً وسط هفته بود و اون روزی که من شروع کردم روز قبل از روز پدر بود، یعنی فرداش تعطیل رسمی بود. خیلی آدم میومد تو پاساژو میرفت، اما مغازه من انقدر به هم ریخته بود اصلا هیچ کس توی مغازه اون روز نیومد. خلاصه بماند ما خودمون دوتا، اتفاقا خیلی راحت تر بود تقریبا، چون باید کمک امیرحسین میکردم، وسایلا رو دستش میدادم، ازش میگرفتم. خلاصه چون سقف مغازم خیلی بلند بود، یکم نصب اون چوب پرده خیلی سخت بودش، یعنی واقعا امیرحسین خیلی اذیت شد، کتفش و اینا تا بخواد اون چوب پرده رو بزنه، اما به هر زحمتی بود اون انجام شد و ما رفتیم برای مرحله بعدش که خواستیم پرده رو بزنیم توی چوب پرده. پرده رو زدیم به چوب پرده اول، ولی خب برعکس زده بودم، برای هم دوباره آوردیم پایین، دوباره پرده رو زدیم. یعنی میدونی چون اولین بارمون نبودش که داشتیم این کار رو انجام میدادیم، یکم پروسه سخت بود برامون. البته نبگم خیلی سخت، ولی خب اونقدرم راحت نبود، ولی به هر حال خیلی هم سخت. رفتیم و پرده رو نصب کردیم، چیناشو دادیم، کلی چک کردیم که از پشت ویترین چطوریه، از توی مغازه چطور دیده میشه، قشنگ چینا رو مرتب دادیم و من چقدر خوشحالم که خودمون این پرده رو دوختیم، چون اگر از بیرون میگرفتم اون چین پارچش خیلی کم میشد، اینجوری چینش زیادتر شد، خیلی خوشگلتر و جذابتر شد به نظرم. حالا که ما اومدیم این پرده رو نصب کردیم، فهمیدم که این چینای پرده، یعنی از اول میدونستم ولی فکر نمی‌کردم انقدر زشت بشه، حقیقتش میافتاد پشت میز کانترم میافتاد و اصلا هیچ نمایی نداشت. برای همین داشتیم با خودمون میگفتیم که کاشی میشه میز رو جابجا کنیم و کلا جای آینه، میز صندلی و همه اینا رو عوض کنیم. گلدون، مغازه من گلدون زیاد داره، خواستیم گلدونا رو جابجا کنیم. برای همین یه جرقه زد تو سرمون و فکر نمی‌کردم که همون لحظه انجامش بدم، چون میز کانتر من خیلی سنگینه، دوست نداشتم که همون موقع این کار جابجاییشو انجام بدیم. میخواستم اول تمام وسایلشو خالی کنم، یعنی هر چی توی میز بود و بیارم بیرون، بعد جابجاش کنیم. ولی دیگه بالاخره امیرحسین چسبید و من کمکش هل دادم و دیگه حالا با هر ضرب و زوری که شده بود اون میز رو جابجا کردیم. و اون کنج در اومد بچه‌ها. آینه‌مو از دیوار برداشتیم، قدی گذاشتیم گوشه دیوار روی زمین، گلدونا رو بغلش گذاشتیم، اسپیکر رو بغلش گذاشتم، میز صندلی رو همونطور که دوست داشتم پشت شیشه گذاشتم، شیشه مغازه، و واقعا یه چیز خیلی خوشگلی شد. خیلی خوشگل شد بچه‌ها، یعنی اصلا عاشقش شد. حالا کاری که باید انجام بدم براش، خیلی دوست دارم یه گلی میارم اون وسط بذارم. حالا بهش فکر میکنم، شاید آوردم شاید هم نه. اول اینکه گلیم خیلی کثیف میشه، همش باید جارو بکشیش، یا اینکه یه وقت یه بچه‌ای رد بشه از اونجا خیلی اذیت میشه اون بچه، یه وقت پاش بهش گیر کنه بخوره زمین. میدونی خیلی این فکرا رو میکنن، ولی خیلی هم میگن نگرانی بیخودیه، اصلا نباید فکر اینو بکنی و اون قالیچه رو اون گلیمو اگر بندازم خیلی خوشگل میشه مغازه. شاید هم این کارو کردم. حالا یه کار دیگه هم که باید برای مغازه انجام بدم، میخوام یه آفتابگردون بزرگ با مقوا خودم درست کنم، چون بودجم کمه، نمیتونم بدم بیرون برام بزنه، با خودم بسازم. بین دو تا پرده میخواستم بزنم و حالا حتما این کار انجام میدم. دوباره یه ولاگ از کاردستیان براتون حتما میذارم. و آینه ای که ما برداشتیم از دیوار، بچه‌ها جای میخایی که زده بودیم و جای چسبی که پشت آینه خورده بود جاش مونده بچه‌ها، سوراخ مونده و من باید فکرم به حال اونجا کنم. بازم زدم تو پینترست، یه سری ایده پیدا کردم، آفتابگردون برجسته پیدا کردم، مقواهاشو رفتم خریدم و حالا مونده که فقط اونم کاردستیشو در بیارم. احتمال
خیلی زیاد تلاشم میکنم که اونام یه ویدیو ولاگ براتون بگیرم بذارم اینجا که حالا شما هم ببینید، یاد بگیرید و اگر جایی خواستید انجام بدید به کارتون بیاد. این بود از دکور من، خیلی خوشگل شد، واقعا عاشق شدم. همیشه تو ذهنم همچین دکوری رو میخواستم برای مغازم، همچین مغازه دلبری میخواستم بچه. واقعا به نظر من ظاهر مغازه، ظاهر خونه، ظاهر جایی که هستی خیلی توی روحیت تاثیر میذاره و باعث میشه که اون انرژی و انگیزه رو داشته باشی که رو به جلو بری و با یه صحنه خیلی قشنگ، با یه حال خوب هر روز رو به رو بشی و کارتو انجام بدی. خیلی ممنونم که تا اینجا همراه من بودین. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و